بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب داریم خدمت هموطنان گرامی در هر کجای دنیا که هستین. سالم و سلامت و تندرست باشین. خبر خوشی داریم برای مهاجرین ساکن ایران. همونطور که میدانید مهاجرین ایران مدت 40 سال حتی بیشتر از اون در یک بیقانونی در ایران زندگی میکردن. یعنی اینطور بگیم که در یک قانون شفافی برای اینها وجود نداشته، بیشتر بخشنامه‌ای اداره می‌شدند. چند روز قبل یک از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که قانون سازمان ملی مهاجرت تصویب شده و به زودی اقامت بلند مدت برای مهاجرین افغانستانی ساکن ایران اجرایی می شود. حالا باید بدانیم که این اقامت بلند مدت چی هست و این اقامت بلند مدت برای همه مهاجرین هستند یا تعداد خاص را شامل می شود و شرایط داره. اگر شما قانون ملی مهاجرت را مطالعه کرده باشید، در ماده مواد از این قانون آمده اقامت بلند مدت را تعریف کرده که اقامت بلند مدت چیست. شما همونطور که میدانید تا الان نه 40 سال به این بر تا به امروز مهاجرین ساکن ایران اقامتش 1 سال به 1 سال تمدید می شده. چه کارت آمایش بوده، چه پاسپورت بوده، چه پاسپورت خانواری بوده، اینا اقامتش سال به سال تمدید می شده. ولی در این قانون آمده اقامت بلند مدت را تعریف کرده. اقامت بلند مدت به اقامت‌های بیشتر از 1 سال گفته میشه. اقامت 3 ساله هست، اقامت 5 ساله هست، اقامت 7 ساله است و اقامت 10 ساله است که هر کدوم اینها شرایط ویژه خودش داره که مهاجرین وضعیتش بررسی میشه، چنانچه که احراز شرایط شوه این اقامت ها به اینا تعلق میگیره. یک از نمایندگان مجلس در امی نزدیکی ها اعلان کردند که به زودی اقامت بلند مدت برای مهاجرین اجرایی میشه. الان هموطنان ما سوال دارن که این اقامت شامل حال همه مهاجرین میشه یا شامل یک عده خاص. اونطوری که ما رفتیم بررسی کردیم این اقامت برای کسانی داده میشه که بالای 30 سال در ایران سکونت داشته باشه. یعنی مهاجرینی که از 30 سال قبل در ایران سکونت داره این اقامت شامل حال اونها میشه، ولی باز هم باید به اینا بررسی میشه و شرایطی داره، اون شرایط که احراز شد اقامت برای اینا داده میشه. این اقامت بیشتر وضعیت نسل دوم و نسل سوم مهاجر که در ایران متولد شده را بیشتر سر و سامان میدیه، چون اینها بندگان خدا متولد ایران هستند، یعنی ساکن ایران هستند و در ایران متولد شدن. حتی برخی از اینها از والدین متولد شدن که یک از اونها یا هر دوی اونها متولد ایران هستند. این اقامت بلند مدت وقتی اجرایی شود بیشتر اینها از سرگردانی نجات پیدا میکنن. وقتی اقامت 3 ساله بگیرن، اقامت 5 ساله یا بالاتر از اون بگیرن، اینها میتونن در امر تحصیل، در امر اشتغال، در خیلی از اموری که قبل از این محدودیت داشته اون محدودیت ها کمتر میشه و اینها میتواند با یک آینده روشن‌تر زندگی خودشان را تنظیم کنند. خبر خوش است و امیدواریم که این به زودی اجرایی بشه و هموطنان عزیز ما که مخصوصا نسل دوم و نسل سوم مهاجر که در ایران متولد شدن و الان زندگی میکنن وضعیت اقامتشان سر سامان پیدا کنه و از این سرگردانی که فعلا وجود داره نجات پیدا کنه. ما خبرهای خوبی دیگه هم در راه داریم و اخبار مهاجرین را رصد میکنیم. هر خبری که درباره بهبود وضعیت مهاجرین یا اطلاعیه هایی که مربوط به مهاجرین هست صادر بشه، ما را خدمت شما از منبع های موثق، یعنی از خود اداره اتباع گرفته خدمت شما اعلان میکنیم. یک خبر خوش دیگه هم هست که در فایل بعدی به خاطر اینکه طولانی نشه خدمت شما یک فایل مستقل میسازیم، اون را خدمت شما اعلان میکنیم، شرایطش و شامل چه کسانی میشه اون را هم خدمت شما اعلان میکنیم. اگر میخواین که از اخبار موثق مهاجرین، از اطلاعیه هایی که مربوط به مهاجرین از اطلاع پیدا کنین، این صفحه را لایک کنین
و به دوستان و عزیزانتان هم معرفی کنین که ما اخبار مهاجرین را در لابلای مباحث تاریخی و مباحث دیگه‌ای که مربوط به مردم ما میشه اونها را خدمت شما اعلان خواهیم کرد. در هر کجای دنیا هستین سالم باشین، سلامت باشین، زندگیتون پربرکت باشه، از گزند روزگار محفوظ باشید. امیدواریم که روزی و به زودی انشالله فرا برسه که وطن ما امنیت شود و ما و شما از این مهاجرت طولانی که شامل حال ما و شما شده نجات پیدا کنیم، بریم در وطن خود یک زندگی آرام که لیاقت مردم ما را داره داشته باشیم. پیروز و موفق و سربلند باشیم.